ذوالقرنین کیست؟ ذوالقرنین معنیش یعنی دو شاخ. همین حالتی که رو کلاه خودا هست که در حقیقت دو تا حالت پر وجود داره برای اینکه مثل این تصویری که پشت سر. بله، دو تا شاخ یا مثلا دو تا پر اینا میذارن برای اینکه نشان عظمت و قدرت باشه. این علامت ذوالقرنینه برای اینکه ایشان در شرق و غرب عالم رو به خودش اختصاص داده و مالکیتش رو پهن کرده که ما انشالله در آخر الزمان همین اتفاق خواهد افتاد. لزومی نداره ما پیغمبر داشته باشیم، ایشون پیغمبر نبوده است، تصریح شده در روایات. با اینکه اگه روایات نبود واقعا ما رو قرآن فکر میکردیم ایشون پیغمبرن. دارد قلنا یا ذوالقرنین، ما به ذوالقرنین گفتیم چیکار بکنن، ولی ایشون پیغمبر نیست، یک پادشاه عدل گستر بزرگواره که در شرق و غرب عالم سفر میکنه. ذوالقرنین بعضی وقتا معروف ایشان به سکندر، حتی این سد به سد سکندر معروفه، اما این حرف اشتباهه به دلیلی که سکندر پادشاهی بسیار سفاک بوده آنچه که در تاریخ اومده، ولی ایشان پادشاهی بوده که بسیار عدل و داد و عدل گستر و مردم نواز و موحد و آنچه که علامه طباطبایی میپسندند و حالا شواهد و نشاناشم میگم همون کوروش کبیر خودمونه. ذوالقرنین همون کوروش کبیره، همون کوروش کبیر خودمونه. ذوالقرنین همون کوروش کبیره. ما می توانیم افتخار بکنیم به این که در قوم فارس یک پادشاه بزرگ وجود داشته که عدل گستر بوده و انسان موحدی بوده و همه عالم رو تحت سیطره و قدرت خودش گرفته. این کسایی که میرن خلاصه پیش کوروش و یه سری فکر میکنن باید بیدینی بکنن، حواسشون باشه یه چیزی شبیه به پیغمبر مواجهیم ما در قرآن.